سلام، به چنل بابیز مایند خوش اومدید. من بابک نظمی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و قراره که توی این چنل وارد دنیای روانشناسی بشیم و از نگاه روانشناسی به خیلی از اتفاقایی که داره اطرافمون میفته نگاهی بکنیم، به برنامه‌هایی که داره ساخته میشه، به فیلم‌هایی که ساخته شده نگاهی بندازیم و ببینیم رفتارهایی که انجام میدن، حرفایی که میزنن و هیجاناتی که بروز میدن چه معنی و چه دلایلی میتونه داشته باشه و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که توی موقعیت‌های مشابه آسیب کمتری ببینیم. همینطور هر موضوعی که میتونه جای صحبت داشته باشه، مثل مسائلی که آدم‌ها توی ارتباطاتشون چه از نظر عاطفی چه از نظر اجتماعی باهاش درگیر هستن، انواع اقسام اختلالات روانشناختی که دوست دارید راجبش بدونید که اصلا چی هستن، دلایلش چی میتونه باشه، چه کارهایی براش میشه انجام داد. توی این چنل به معرفی فیلم‌ها، کتاب‌ها و پادکست‌هایی که میتونه برای شما بسیار کمک کننده باشه و حال دلتون رو خوب بکنه معرفی میکنم و همینطور ولاگ‌هایی خواهیم داشت از زندگی خودم، از تجربه‌هایی که دارم و از کارهایی که انجام میدم. اینو بدونید که نظر تک تک شما بسیار بسیار برای من اهمیت داره، چه توی انتخاب موضوعاتی که میخوام راجبش ویدیو درست بکنم، چه اینکه باعث میشید که من اطلاعاتم رو بروز بکنم و راجع به خیلی چیزها اطلاعات کسب بکنم و اینکه نقاط ضعف و قوت کار خودم رو بدونم. و اینو بدونید که اگر قراره توی این چنل یادگیری از طرف شما اتفاق بیفته، نصف این یادگیری هم از طرف من خواهد بود. خیلی خوشحال میشم که با من توی این چنل همراه بشید و ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور زنگوله رو بزنید تا وقتی که ویدیوهای جدید میذارم رو بتونید ببینید. از همراهی و همکاری شما بی نهایت ممنونم.